هفتم نوامبر سال 1929 اولین تئاتر کسبی تاجیک تأسیس یافته است که بعدتر سال 1933 آن را به نام ابوالقاسم لاهوتی گذاشتند. به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی گذاشتن تئاتر تاجیک به سبب نبود، زیرا استاد ابوالقاسم لاهوتی برای تشکل تئاتر تاجیک در آن سالها خیلی زحمت زیاد کشیده بودند و اینک از تأسیس اولین تئاتر کسبی تاجیک 95 سال سپری می شود. در این قدر سال طولانی تئاتر تاجیک شب و فراز زیادی را پس سر نموده برای مردم تاجیک غذای معنوی بخشید. درود دوستان عزیز، برنامه میگویند است و حالا ما در نزد تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی قرار داریم و آمدیم که یک برنامه ویژه را پیشنهاد شما گردانیم و در این برنامه ما را همراه باشید. رفتیم. و دوستان عزیز، در جریان برنامه ما رو هنرمندی ممتازی تئاتر و سینما از امروزی همراهی میکنند. درود بر شما. سلام. همچنین کارمندی تئاتر مذکور. خب برای هر بیننده جالب است که در پس پرده چی میگذرد. بعضا وقت در پس پرده سینما، در پس پرده تئاتر کارهایی میشود که حتی از داستانهای داخلی همون مثلا صحنه و فیلم هم جالبتر است. بله. به همین دلیل ما اومدیم که کمی سیر کنیم اون جاهایی که برای بیننده عادی دستنارس است. ما می‌خوایم که در طریق همین دستگاه نواربرداری نشون دهیم. خب مرحمت. حالا شما بسیار گپی خوب گفتین که در پس پرده چی میگذرد. یک بیت بابای حافظ در اینجا نوشته شده است در بالای در پشتاق: ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چی دانی که کی خوب است و کی زیشت. و واقعا هم انسان هایی که به صحنه میبرایند یک قهرمان، یک شخصیت می آفرند، البته زندگی پس پرده این دیگر است. پس پرده برای ما همچون آشخانه هست. خیلی که من خانه شما میرم، شما در آشخانه تون چی میپزین، چی کار میکنین، شاید با عائلتون بحث میکنین، شاید گوشت کمتره، هر چیزی که هست شما اونجا بحث نمیکنین، اما در نزد مهمان چی تبسم میکنین، غذای آماده بله. خوب رو پیشنهاد و یکی از ارکان‌های هنرمندی بزرگم همین است که حتی اگر در خانه‌اش حتی یک مصیبت داشته باشه و روی صحنه که برآمد، قهرمانی که شاید یک نمایش مضحکوی است، باید مضحکه را نقش اجرا کنه. بله، با خنده با تبسم. بله. جو درآمدگاه تئاتر بله، است و هر بله. کسی که میآید اول همینجا با همین عکس‌های هنرمندان تئاتر روبرو میشود. هم هنرمندانی که امروز فعالیت میکنن، هم سابقه داران بله. در اینجا فعالیت اینجا کردن. جوان‌ها هستند. خب این قسمت بله، همشون جوان‌ها هستند و در این قسمت هنرمندانی آنهایی که گوییم که ارباب شایسته هستند و یا جایزه به نام استاد رودکی را به دست آوردن، خاصتا استاد هاشم گدو، عبادالله مشرف. و در این قسمت 3 نفر از جوانهای میان سال گوییم: عبدالکریم مشرف دیرکتوری ما، امید رحیمова و بنده. بهتره. و در این قسمت هنرمندان خوب بزرگتر، یعنی اونایی که با شایسته هستند و خلقی هستند و در این قسمت هم همچنین. بله. خب و اینجا عادتاً بیننده میآید تا اونی که مثلا صحنه آماده می شود در اینجا میشینن صحبت میکنن. بله. بله. و از کجا شروع میکنیم؟ حالا من میخوام از همه آخران وارد صحنه شویم. پس بیاین از مجلسگاه، جایی که ما هر هفته مجلس میگذرانیم، جمع آمد هیئت ایجادی، از اینجا جایی که بررسی ها می شود، بحث ها می شود. بله. بله. برنامه ریزی می شود کاری بله. ما. خب این طرف. بله. اینجا تالار مجلسگاه، هر روزی سه‌شنبه ساعت 9 همه هنرمندا اینجا جمع میشویم. کارگردان و دیرکتوری تئاتر اینجا یعنی جلسه میگذرونن، برای یک هفته کار تئاتر برنامه‌ریزی میکنن. هم بررسی میکنن، هم بله. مثلا در دوام هفته باید چی شود. بله. و اینجا هم مغزهای متفکر در اینجا جمع بله. میشوند. اینجا خوشبختانه ما با استاد لطف‌الله دولتزاده، یکی از چهره‌های واقعا سرشناس هنر و صنعت تاجیک هستند. درود استاد.
روزی تئاتر 95 سالگی تئاتر تاجیک مبارک. شما مبارک. سلامت باشید. درود بر شما. خوب هستید؟ مبارک شد. سلامت باشید. امروز تئاتری به نام استاد لاهوتی 95 ساله می شود. از این جشن بزرگ نیست برای ما. برای همین ما آماده ایم، خرسندیم و اینا می‌بینیم که با شما آمدین امروز با خرسندتر شدیم. یعنی تلویزیون به ما به تلویزیون نمیتوانیم. تئاتر جای آداب است، جای فرهنگ است، جای تربیت است، جای فراغت است. جای فراغت است. مثلا کتاب میخونید، یک کتاب میخونید، هم یک پیسه یک ساعت تماشا میکنید. بله. هر دوشان برابر است. سلامت باشید. مبارک شود. تشکر استاد، سلامت باشین. سپاس به شما. بار دیگر مبارک. حتما. خب ما صحبتمون بله. ادامه میدیم. سفرمون هم ادامه میدیم. سیاحت هم رو ادامه بله، میدیم. مرحمت. و فرقت جان، تئاتر لاهوتی از 3 آشیانه عبارت است. خب یکم آشیانه تالار تماشا و مجلسگاه و این چیزا و در آشیانه دوم هست گریمیار نمیگیم، یعنی پردازخانه ها. بله. و در دوم آشیانه نسل کلانسالتر برای اون که خوب برآمدن با این زینه‌های آسان‌تر شود. و در قسمت آخری این دالان گویم هست لباسداری تئاتر، یعنی هر هنرمندی که به صحنه میبراید از اینجا آمده موافق نقشی که میبازد لباس انتخاب میشود و همون لباسایی که شما در صحنه با اون بازی میکنید در همین جا نگاه داشته بله همش در اینجا نگاه داشته میشود و در اینجا هم یعنی رکویزیت هر اشیایی که برای هنرمندا در صحنه لازم میشود آمده از اینجا میگیریم و مثلا مثل این کلاه‌های جنگی. بله یعنی هر من فکر کردم از وهان است. نه خوب اکنون در تئاتر بعضی چیزها رو چنان میسازند که باید به هنرمند وزنی نبیارد، یعنی سبکتر باشد. این کارها کاری رسامان تئاتر است. بله رسامان که مثلا به ساختن همین گونه اشیاء مشغول یعنی هستند. همه همین چیزها رو برای صحنه میسازند و صاحب این بخش گوی مدیر این بخش یک بانوی بسیار زیبا و بسیار شیرین سخن اپای عزیزه که ما همیشه با اونو زنگ میزنیم که به ما فلان چی شمشیر لازم است، نمیدونم هر چی که لازم است گویم برای ما پیدا میکنیم. اپای عزیزه درود بر شما. روزی تئاتر تاجیک مبارک باشه. واقعا مثلا اون چهره هایی که برای صحنه آمدن یک نمایشنامه زحمت بیشتر میکشن، یعنی اونهایی که ما نمیبینیم ولی کاری آنها سهمی آنها همیشه هست و آنها برای پیشرفت تئاتر کمک میرسند. بله مثل انا این دو نوار بردار مثل اکای دلوار کارگردانی که در فضا هستند اینها زحمت میکشن ما رو بیننده میبینند و کاری اپای عزیزم اصلا همین گونه است. بله. چند سال میشه کار میکنین اپا؟ 30 سال. بله. من 15 سال، یعنی اینا 15 سال پیشتر از من در این تئاتر آمده همین کارو انجام میدادن. بهترین. سلامت باشید، خسته نباشید، زنده باشید. مبارک شود روز تئاتر مبارک شود. سلامت باشید. بیو فرقت جان میرویم با جایی که لباس ها نگاه داشته میشوند. در اینجا لباس خانه هست. یعنی یک جایی که تمام لباس های هنرمندان اون لباس هایی را که در صحنه میپوشند در اینجا نگهداری میشوند. و اینجا به قول یک آثارخانه هم هست. بعضی لباسایی که مثلا میگن قبلا در نمایش‌های کهنه‌تر استفاده میشن اینجا نگاه می‌دارن. اینجا لباس‌های خیلی نادر هستن، خاصتا لباس‌هایی که استاد محمود جان واحدوف، عطا محمد جانوف، هاشم گدایف اینا پوشیدن و اینا را مخصوص نگاه می‌دارن در اینجا. خب این دیگر لباس‌های عادی که در هر نمایش‌ها مثلا استفاده میشه و مثلا جامعه بله ولی بعضی لباس‌ها خاص هستن نه؟ البته مثلا هیچ جا پیدا کردن نمی‌شود شکل نمودی‌ها. و فرقت جان خب انا این لباس برای من خیلی عزیز است. میدونیم برای چی؟ بله من اولین باره که به تئاتر اومدم سال 2009 و نقش شاهزاده را در نمایش ملکه تورنداد بازی کردم، انا همین لباس بود
و بعدا این لباس با کمی علاوه کردن بعضی تحپوش و دیگر چیزا و در نمایش شکار شیر شکار و شیر فردوسی آها. در 3 نمایش مثلا از همین این لباس لباس من بوده. استفاده بردم خیلی جالبه. و همه هنرمندان همین گونه. مثلا با همین هر یک لباسی که اینجا هست هنرمندان خاطره دارن. بله بیاید یک چیز بسیار زیبا را شما در نشان تیم. لباس جنگی است. دیدین چی نوشته است؟ اعظم. و این لباس رو من در نمایش فردوسی من 2 نقش داشتم همراه عبدالکریم مشرب. ما سلطان دوبلیور محمود بوده. بله غزنوی رو بازی میکردیم و این لباس سلطان محمود هست که من فکر میکنم این لباس با عبدالکریم نمیشود چون از حجم عبدالکریم دیگر هست، یعنی 2 لباس آماده کرده بودم چون حجم و بله. وابسته به مثلا حجم بله. بدن. هم برای من و هم برای عبدالکریم برای نقش سلطان محمود 2 تا لباس عجیب. آماده کرده بود. یعنی انا همین است تاریخ این دکان، کار این دکان بله. که اینا اپای مهیا هر وقت این رهبری لباسات میکنن. مثلا ترمیم کردن می شود، نگهداری می شود، درزمال می شود که اینها مثلا البته خراب نشوند. بعد از هر نمایش لباس ها رو آورده یعنی میشویند درزمال میکنن. اپای مهیا سلام علیکم 95 سالگی تئاتر مبارک شود اپای مهیا و ببینین در روز جشن حالا که در صحنه بعد از چند لحظه برنامه فرهنگی شروع میشوند اپای مهیا برای هنرپیشه ها لباس ها رو آماده کرده ایستادن. خسته نباشید، مبارک شود. بهتره. اینجا همچنین پای افزال ها نگاه بله داشته می بله شود. پای افزال ها و هر هنرپیشه مثلا اگر نقش تاریخی باشد فرض کردیم برای سلطان محمود غزنوی ما از دیگر پای افزال ها استفاده می بودیم مانند به این و اگر که نقش زمانوی باشد خوب از این یعنی موافق نقش از اینجا بله. پای افزال انتخاب میکنن و این تسمه هایی که بله. استفاده برده می شود بله، بله، بله. در صحنه های جنگی و بله. تاریخی بهتره. اینجا هم لباس ها بله این قسمت لباس ها هم خیلی که در آغاز گفتیم بعضی لباس های نادر مثلا حالا در داخل هم یک اتاقی مخصوص است اونجا نگهداری می شود. یعنی همه این لباس های هم مثل اون لباس ها برای هنرپیشه ها استفاده بله. می شود. خیلی زیاد است لباس ها. بله بله خوشبختانه. اینجا هم اتاق هست گفتید ها؟ بله اینجا بله وارد می شوید. خب اینجا همون قسمت گویم که هنرمندان خیلی بزرگ قسمتی بالا. بله بله این لباس ها رو استفاده می بردن. این لباس ها هنوز هم استفاده می شوند یا این که مثلا برای تاریخ نگاه داشتن؟ نه اگر نمایشی موافق باشد حتما استفاده می شوند و یا اگر همون نمایش برقرار شود مثلا ببینید آریایی نوشته شده است یعنی این لباس از نمایش آریایی هست. بله یعنی اگر در صحنه لازم شود که یک توی شود و یک خانم عروس شود از این کرته ها استفاده می شود. یعنی همه لباس همه گونه لباس برای هنرمندان و میگویند که 90% لباس ها که در اینجا هست در هیچ کجا پیدا کرده نمی شود. قریب که نیست چون این لباس های خاص هستند مخصوص مثلا دیدگاه رسام است کارگردان است و اون دور زمانی که همون نمایش مثلا وابسته است به همون دور. و گاه از دیگر تئاترها و یا از دیگر جایها اگر برای آنها لباس در کار شود خب یگان صحنه آماده می‌سازند یا مکتب باشد هر کجا باشد آماده از اینجا لباس میبرن. بله این خانمی بسیار زیبا هم اپای دولت بگیم خیلی سابقه زیاد دارند در اینجا خیلی زحمت میکشند 40 سال باز لباسدار این تئاتر قریب یک قسمی تاریخ تئاتر. بله بهترین مبارک شود 95 سالگی مبارک شود. خسته نباشید. بهترین یعنی همین گونه لباس های زیبا و خیلی عجیب در اینجا نگهداری می شود و این هم یک قسمی تاریخ تئاتر است. بله که مثلا یعنی تئاتر به این اتاق به این دکان نمیتواند کارش رو پیش ببرد چون که از اینجا همه لباس یعنی از اینجا استفاده می شود. و در آشیانه سیوم فرقت جان اینجا هم یعنی اتاقای پردازگری هست. اتاق من شخصا در آخری همین دالان هست و اینجا گریمیار یعنی اتاق پردازگری عمومی اگر ریش چسباندن لازم شود هر چیزی شود در اینجا اجازه است. بله خب
مثلا در هر یک اتاق هر یک هنرپیشه مخصوص یعنی لوازمات پردازگری دارد، اما در اینجا اکای امید یعنی کارهای حرفه‌ای انجام داده میشه. صاحب این دکان هستن و هنرپیشه هایی که در نقش ها خیلی مثلا باید یک ابرازی دیگر آفرن، اینجا به واسطه همون گریم پرداز اکای امید اونها رو تیار میکنن. مثلا اینجا مویهای صنعی هست، بله، ریش صنعی هست. بله. خب اینجا اون گونه چیزهایی که صنعی هستن. بله. و همه همین ها محصول دستان اینا مخصوص با امید هستن. بله ببین اینا مخصوص نگاهداری میشوند برای آن که موی سر یعنی خراب نشوند. در یعنی چوب های مخصوص هست که اینا و همه همین ها رو اکای امید برای نمایش ها به یک تای دیگرش رو میگیریم. شما از همین مثلا موهای صنعی و موی لب های صنعی کدام رو استفاده کردید هست؟ بله، من در نمایش پزشکی پران از این پریک ها استفاده می بردم و یک نمایش دیگر بود با نام قصه غمگین و رنگین و در اونجا من نقش یک مولا رو بازی میکردم و این نمایش زیاده از 100 بار رفته بود و هر بار من ریش و موی لب میچسباندم. سخت نیست وقتی که میچسبونن و کندنش؟ بله، یکم دشوار است، اما میگوین یا صورت یارم بکش یا ترک کن نقاشی. اوکی، عجیب. خسته نباشید، برار به شما. خلال میرسونیم دیگر میرویم. رحمت اکای امید. در آشیانه سیوم فرقت جان دو قسمت هست، یک قسمت هنرمندان و این قسمت مثلا شعبه محاسبات یک از قسمت‌های مهم‌ترین. بله، و انا این دره که حاضر ما نزدیک میشویم این آثارخانه هست. هر جایزه‌ای که تئاتر به دست می‌گیرد تقریبا در اینجا نگهداری می‌شود، خیلی چیزهای نادر. و فرقت جان اینجا آثارخانه تئاتر هست. عجیب. که انمی همه چیزی که در اینجا می‌بینید شما با زحمت و تلاش و مهنت‌های هنرپیشه خلقی تاجیکستان سعادت بانو عزیز و اینجا جمع‌آوری شدن. روز تئاتر مبارک. اینجا رو شما تأسیس دادید، اما زحمت‌های شما است. خب چی‌ها اینجا برای شما جالب‌تر بود؟ چیزهایی بود که شما با خون دل جمع کردید، آوردید؟ همین عکس‌های خیلی جالب. من می‌خواستم راجع به ایده تأسیس همین آثارخانه برای ما بگید. چگونه شما فکر کردید که باید همین یک آثارخانه در تئاتر باشه؟ من وقتی که ما کار میکردیم، وقتی که بعد از ختم دانشگاه اومدیم، خیلی بزرگانی که به ما میسر گردید که همراه اونها رو از نزدیک ببینیم، نقش‌های اونها رو ببینیم و به ما خیلی هم زیاد هنرپیشه‌های مردم اتحاد شوروی محمد جان قاسموف اینها درس گفتن و از بین چند سال گذشت و با راحت ما رو به تئاتر لاهوتی و کار گرفتند و همه اون شخصانی رو که به ما میسر شد همراه اونها کار کردم. محمد جان قاسموف، توفا فاضل و هنرپیشه‌های اتحاد شوروی حاجی خال رحمت الله به ما درس گفتند، قیمتشوی متشویف و خیلی زیاد تمر مخصوم عبدالشکور و اسکر عبدالرحمن تورخان احمد خان، اینا هم استادانی ما و خوشنظر مایبلیف. بعد اومدم و بعد چندین سالها بعد از تئاتر اهورون ما با همراهی استاد فرخ قاسم با دعوت شدیم به تئاتر لاهوتی و برای من همچون هنرپیشه وقتی که در بینوی تئاتر در بیرون رسم‌های اون شخصانی رو دیدم که همراهشون کار کردم، اما در یک جای ویرونه و همه اونها رو من جمع کردم، توضیح کردم، موندم. با کمیته رادیو تلویزیون صحبت کردیم. ما ثبت و نوارهاشون رو جمع کردیم. بله. اینجا فیته‌ها هستن. کردیم در مسیر یوتو و همه همین نشانه آنها است. بله. قریب 80 نفر هنرپیشه‌ای که در قید حیات نیستن، در مورد اونها هم برنامه هم ارشیوی که ما جمع کردیم. بله. و اینجا یک چیز جالب است معلم جان، این پوستر. این پوستری سال 1938 39 یک مدت کشوده شوی شده شدنی سزونی سال 1930. این همون مثلا خطی که در همون وقت بود. همین شما میدونید که یک مدت ما اون خط لاتینی داشتیم. بله. تومت در قهرمانی
حقیقت مکر و محبت حقیقت عدل صلح و مخیل وطن دوستان پیونیر در سرحد و رمو و ببینید و میتیلما و ببینید که چگونه بود ساستف زنها و مردها با چنین هر یعنی گونه پوستر سال 1938 و 39 همون پوستری که در بیرون تئاتر زده میشد بیننده عزیز اینجا نگاه داشته میشد. خیلی چیزی مهم این رو من از کجا یافته؟ یافتم از خانه یک که از هنرپیشه‌هایی که برنامه داشتم رفتم و این رو دیدم و دعوت میکنید از اونهایی که و این رو همین خیلی وای کردم برای خودی بسیار خانه. دعوت میکنید از اونهایی که سابقه دار تئاتر هستند در خانه‌شون هم میگونم مثلا نشه‌های قدیمی تئاتر دارن. بسیار همین چیزا رو من از همین از خانه‌های اونها بعد از تئاتر کردم. این هر یک خوشبختانه هر یک هنرپیشه الهیده دارد. آلبوم دارن. آلبومی الهیده دارد و درباره هر کدام اونها مثلا برنامه کردن میخوان میآیند و من میتوانم با اونها دهم که اینها رو بهترین یعنی بهترین وقتی که با کمیته رادیو تلویزیون صحبت کردیم و در مسیر یوتیوب رو گذاشتیم اونها و من تکلیف کردن که با زنده ها هم برنامه کنم و اینجا همه اونهایی که در قید حیات هستند. بهترین خسته نباشید. سلامت باشید. 95 سالگی تئاتر تاجیک مبارک باشه. سلامت باشید. خیلی زحمت زیاد کشید. خیلی کاری ارزنده کردید. تشکر زیاد. خسته نباشید. آرزو میکنیم که تالدارهای نه تنها تئاتر ما همه تئاترها پر از تماشابین باشد. تماشابینی باشد که درک کرده تواند که این اثر این موضوع چی است و چی میخواهد کارگردان و هنرپیشه. ما هم همین رو آرزو داریم. سلامت باشید. خسته نباشید. تشکر زیاد. خب سلامت باشید. و حالا در اینجا یک جای بسیار زیبا هست فرقت جان. بسیار جای جالب. بله ایوان تئاتر از آشنای سیوم. از این دیدگاه خیلی جالب است. بله و ببینید هنرپیشه ها حالا بعد از مثلا نیم ساعت که برنامه شروع می شود اینجا آمادگی دیده ایستادن. بله. مهمان ها هم دارند کم کم وارد می شوند. خوبتر از اینجا مثلا هم میبینی که تماشابینان نشستن و هم صحنه را خوب میبینی. بله و یکی از جایهای دوست داشته من است. من وقتی که یگان نمایش می شود در تئاتر من از همین بالا آمده تماشا چه کیفیت دارد از این دیدگاه تماشا کردن؟ همه برد و باخت رو از اینجا می شود دید. یعنی کسی خلال نمی رساند. اکنون همین دیدگاهی که ما داریم از داخل ببینیم. خب از اینجا هم جالب است ولی داخل میبینیم که مثلا اونها چیکار کرده شدن. پس بیاید به پایان رویم. میرویم. رفتیم. مرحمت. ما رسیدیم به آشیانه یکم. در دست چپ ما اکتیورسکی فایه یعنی همون فایه هنرمندانی که پیش از برآمد در اینجا میشینن دم میگیرن و نوبتشون که شد میبراین. اینجا دو در داره صحنه برای برآمدن. یکیش این از قسمتی پیشی صحنه و اونش از قسمت خب هنرمندان از همین در وارد صحنه میشن. و انا همه اینایی که در اینجا نشستگیان حالا انتظارن که کی برنامه شروع میشه و اینا رفته در صحنه هنرنمایی کنند. بله بهتره. بیاید از قسمت این در قسمت در دوم صحنه بله وارد شویم. یک بار میبینید صحنه رو. بله بله. و این صحنه تئاتر هست که بعضی چیزهای تکنیکی است. حتی گاه هنرمند در انا همینجا منتظر میشود همین نوبتش که آمد و میبراید قهرمانش رو اجرا میکنه. یعنی منتظر یک 3-4 دقیقه پیش از اونی که مثلا نوبتش رو. بله. این دو نفر دلیر و صلاح الدین این اکای عزیزمان کارمندان صحنه یعنی هر چیزی که از اینجا پایان میشوه بالا میروه پرده کشوده میشوه چرخ میزنه همه اینا با کمک این برادرای ما انجام مییابند و در این قسمتش حالا برای همین برنامه بعضی تجهیزاتی که برای موسیقی و صدا هست موقتا چون اینجا مثلا بیننده نمیبیند. بله اساسی اون که یعنی اساسی موسیقی که در تئاتر پخش میشود در آشیانه سیوم هست که مدیر بخشش اکای نظر که حالا در اینجا نشستن و حالا اینا موقتا پایان آمدن برای اینکه از نزدیکتر همکاری داشته باشن با چون که چند تئاتر هست در اینجا. بله یعنی آسان‌تر شود کار. خب در روز تئاتر هر مساله هنرمندان سرجم میویند در یک تئاتر و
با هم جشن میگیرن بله. و مثلا صحنه های کوتاه که مثلا شوخی داره در اونجا، بله. حجو است، بله. پیشنهادی بیننده میگردن. بله. و چون امسال 95 سالگی رمزی تئاتر لاهوتی که هست، تمام تئاترها میاین به اینجا یک پارچه اجرا میکنن، تبریک میکنن و با ما خوشحالی میکنن. بله. خوب اکنون نوبت آن رسیده است که و جای خودمون ما رویم. خوش آمده. جای ما همون جایی هست که نشستگاه ها و ما بله. از اون نشستگاه ها صحنه رو تماشا کنیم و اون چیزی که در روی صحنه حالا برپا میشه. پرده پوشیده است، اگر ما از پوشیده این طرف نمی بود می‌رویم. شما مثل یک هنرمند از صحنه تالا رو میدیدید. تشکر که ما رو همراهی کردید، خیلی جالب بود باشه. و همیشه برای بیننده هم برای ما هم جالب است که در پس پرده چی است. اونجا زحمت زیادتر می شود، اونجا تلاش زیادتر می شود، اونجا نفران ناشناس خیلی زیاد هستند که برای صحنه آمدن یک نمایش، برای معرفی شدن یک هنرمند تلاش بیشتر میکنند. فرخ جان، برای شما هم واقعا هم برای یک صحبت زیبا، سوالهای جالب و برنامه خیلی دیدنی سپاس مهربانی میگویم. میکنید. تشکر زیاد. سلامت خوش باشید. آمدید. تشکر. دوستان عزیز، برنامه میگویان کی بود و این برنامه را ما از تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی پیشنهادی شما گردانیدیم، بخشیده به 95 سالگی تئاتر تاجیک. امیدوار هستم که برنامه برای شما پسند آمد و به شما روزگار خوش تمام بریم. خیر.